خب دوستان، بعد از اینکه شما اپلیکیشن پیتریپ رو نصب کردین وارد همچین صفحه میشین که کلیات برنامه اینجا براتون مشخصه. ظرف هر ساعت شما یه بار گزینه چکین رو میزنید. خب هر بار که چکین رو زدید به شما، چون تازه وارد شدید و رفرالی ندارید، 5 دیجینا رو میده. وقتی این صفحه اومد اینجا اد تو والت رو میزنید. اگه بالا نگاه کنید 2300 تا DNR یا همون دیجینا رو من دارم، الان به من 15 تا میده. اینجا چند لحظه صبر میکنید، نوشته توکن ترانسفرد سکسسفولی، با موفقیت اضافه شد، الان شد 2315 تا. خب با گزینه های دیگه ما زیاد سر و کار نداریم. این پلی ایردراپ توی فاز دوم قراره بیاد و فعال بشه، اینجا هم خودش نوشته، و ولت و آپگرید هم کاری نداریم. این قسمت بالا زنگوله رو اگر بزنید نوتیفیکیشن هایی که برنامه داره اینجا نشون میده بهتون. این علامت مدادی که هست برای ویرایش پروفایلتون استفاده میشه. از این علامت سوال سمت چپ وارد بخش FAQ یا سوالاتی که معمولا پیش میاد میشین که اینجا هم توضیح داده که فاز 1 چیه، فاز 2 چیه، اصلا دیجینا رو معنیش مفهومش چیه، و اینجا سوالات متداولی که پیش میاد رو میتونید مطالعه کنید. تو قسمت آخر زبانش هست که جالب، زبانهای عربی و اکثر زبانها، زبان حتی کردی و فارسی رو ساپورت میکنه که شما اگر فارسی اینجا انتخاب کنید همه چیزایی که توی سایت هست به صورت فارسی میاد و راحت میتونید ازش استفاده کنید. خب من بخش های دیگه برنامه رو معرفی کنم. این قسمت پایینی هم invite people to join، اینو بزنید برای دوستانتون بفرستید، زیر مجموعه میتونید تشکیل بدید. توی این قسمت بخش اول پروفایل شما هستش که اینجا رو کامل میکنید، اسمتونه، آدرس ایمیلتونه، جنسیتتونه، کد رفرال شما اینجا نشون داده شده و ارزم به حضور شما رفرال هایی که شما اینجا دارید و کشورتون. گزینه بعدی invite people که برای دعوت از دوستانه. earn دیجینارو، به دست آوردن دیجینارو چجوریه، توضیحات کلیش رو اینجا نوشته، من توضیح میدم خدمتتون. نوشته که هر ساعت چک کنید، تا چکین رو بزنید تا براتون بیاد. راه دومش دعوت از دوستاتون هستش و راه سوم اینه که صبر کنید تا لیست بشه توی صرافی‌ها و بتونید دارایی هاتون رو بفروشید. اینجا 3 تا لول داره که اینا رو توضیح میدم و خیلی مهمه. لول 1 اگر شما بین 1 تا 5 تا رفرال داشته باشین، برای هر ساعتی که شما چکین میزنین 5 تا دیجینا رو بهتون میده و به ازای هر دعوت از 1 تا 5 نفر بهتون 50 دیجینا رو میده. فرض کنید شما 5 نفر دعوت کردین، 5 تا 50 دیجینا رو 250 تا بهتون میده. توی لول دوم بین 6 تا 10 نفر رفرال داشته باشین، هر بار که چکین میزنین 10 تا بهتون میده، یعنی ظرف هر ساعتی که میزنین 10 دیجینا رو بهتون میده و به ازای هر دعوتیتون 100 تا دیجینا رو بهتون میده. توی لول سوم که اگر بیشتر از 11 تا رفرال داشته باشین، توی هر چکینتون 15 تا دیجینا رو بهتون میده و به ازای هر نفر بیشتر از 11 نفر شما دعوت کنید 150 تا دیجینا رو به ازای هر نفر میده. محدودیت نداره، میتونید رفرال گیری کنید. بازم اینجا زبان انگلیسی رو میتونید فارسی کنید و از توضیحاتش استفاده کنید. گزینه بعدی پروگرسشون رو نشون میده، یعنی پیشرفتشون رو، که اینجا تاریخ ها رو نگاه کنید، چک کنید، نوشته تو هر تاریخی چه کارهایی انجام دادن تا به اینجا رسیدن. بعدی FAQ هستش که سوالات متداوله. وایت پیپره که توصیه میکنم حتما مطالعه کنید، خط و مشی و اهداف و برنامه ها و هر چیزی که هست توی وایت پیپرش مشخصه. گزینه بعدی کور تیم یا تیم هسته مرکزی یا تیمشون هست، افرادی که روی این پروژه کار میکنن اینجا مشخص کرده و میتونید پروفایلشون رو چک کنید. ساپورت بخش پشتیبانشون هست، گروه تلگرامیشون هست. مای تیم شماست، لول 1 2 3 داره، همونطوری که بهتون گفتم 1 تا 5 نفر لول 1 میشه، 6 تا 10 نفر فکر کنم لول 2 میشه و 11 نفر بیشتر هم لول 3 شما میشه، که البته لول 1 افرادی هستن که مستقیما از رفرال کد شما استفاده میکنن. لول 2 هم که توضیح دادم خدمتتون. بعد آپگرید کاری نداریم و گزینه‌های بعدی هم کاری نداریم. حالا ویرایش و یا ورژنشون نشون میده، ورژن 1975 و لوگات که پیشنهاد میکنم استفاده نکنید و داخل برنامه باشید.
ظرف هر ساعت یه بالا یه دونه نوتیفیکیشن براتون میاد، اونو بزنید وارد برنامه بشید و همین چک این رو بزنید تا به حسابتون بشونه. البته من 5 دقیقه پیش زدم، این نوشته 55 دقیقه دیگه برات فعال میشه. امیدوارم این اپلیکیشن آینده خوبی داشته باشه. حالا با هدفی که داره، با مطالعه وایت پیپر و اینا خودتون متوجه میشین که احتمالاً هدف خوبی داشته باشه و بتونه قیمت بخوره. اینو در اختیارتون قرار دادم، از طریق لینکی که زیر پست میذارم نصب کنید، از این کد رفرال استفاده کنید. دوستانی که این کد رفرال رو استفاده کنند و توی گروه تلگراممون هم باشند، حالا من یه سری جوایزی براشون در نظر گرفتم. حالا به ازای هر ثبت نامی بعد 15 روز 50 دیجینا رو بهتون انتقال میدم. حالا اینا رو بیشتر تو گروه